تشکر. سوال دیگر این است که چرا تا به حال موقع تاجیکستان درباره حادثه رخ داده در مسکو نوروشن باقی مانده است و یگان نهاد دولتی در این باره حرفی نمیگوید؟ برای این جرأت در کار دوستی عزیز، برای این جسارت در کار، برای این احساس دولت مردی کردن در کار، برای این خود را در نزد مردم و ملت و قانون جوابگر احساس کردن در کار. امامعلی رحمان یتیم و پروکورور گنرالی برای چی بیاد موقع گیرد؟ وزیر خارجه برای چی بیاد موقعش را معین کند از تاجیکان، از تاجیکستان حمایت کند؟ مگر از ملت متهم است؟ مگر از ملت وابسته است؟ مگر در نزد ملت قرضدار است؟ این پوتین، این اردوغان، بایدن، شولز، ماکرون، اینها از ملت‌هاشون قرض دارن. اینا در نزد ملت‌هاشون جوابگرن. اینا از رأی مردمشون وابسته‌اند. دیروز در همین روز در جنبش انتخابات‌های ترکیه است. در اکثر شهرهای ترکیه اپوزیسیون پیروز شد. اردوغان نتوانست میری شهر استانبول و انقره را از حزب خودش کند. بازم اپوزیسیون پیروز شد. اردوغان از ملت ترکیه میترسد. برای همین مجبور است که کمترین اگر در پای یک ترک در خارج خار میزند، اگر کاری دست خود حکومت ترکیه نباشد و دلخواه دولت امریکا، روسیه، تاجیکستان، خیتای اگر نسبت یک شهروند ترکیه اگر با چشم کج نگاه کند، اردوغان مجبور است در پیش ملتش جوابگر است که بیاد موقع گیری کند، صدایش رو بلند کند. برای چی؟ برای اینکه مردم ترکیه در انتخابات بیان حزبی رو انتخاب کنند، نه اپوزیسیون رو. مردم ترکیه امروز گفته است که اردوغان نمیتواند ترکیه را در مقابل چالش‌های آینده حمایت کند. برای همین به اپوزیسیون رای داده استودند. آیا ملت تاجیک این امکانیت را دارد که وزیر تاجیک، پرزیدنت تاجیکستان مجبور شود که بیاید در برابر این مشکلات ملت تاجیک در مسئله حادثه‌های در مسکو رخ داده موقع گیری کند؟ من پیشتر گفتم دپوتات تاجیکی او وزیر نیست، او از رأی انتخاب کننده وابسته است. جسارت ندارد در رادیو آزادی بیاد بحث کند و صحبت کند. میترسد، از مردم نمیترسد، از انتخاب کنندهش نمیترسد. برای آنکه او میداند که او را انتخاب کننده انتخاب نکرده است، او را امنیت انتخاب کرده است، او را امنیت تعیین کرده است. خب پس شما از من سوال میکنید که برای چی حکومت جمهوری تاجیکستان تا امروز هیچ واکنش نکرد، موقع خود را معین نکرد، از مهاجر حمایت نکرد؟ اون موقع ندارد که او را حمایت کند، موقع ندارد که او را بیان کند، وابسته نیست که او را بیان کند. دوستی عزیزم، خودت به همین سوالات جوابش رو خوب میدونی، از من شاید بهتر بدونی، اما خواستی شاید که یک مرتبه دیگر من تکرار کنم، اینا تکراری مرا شنیدی.